قرار بود مارادونای جدید باشه، اما حالا کارایی رو کرده که مارادونا هم نتونسته بود انجامشون بده. مسی رکورددار توپ طلا، رکورددار کفش طلا، بیشترین گل تو لالیگا و بهترین گلزن تاریخ آرژانتینه. شاید چند سال بعد به فهرست رکوردهای لئو بهترین کاشته‌زن تاریخ فوتبال هم اضافه بشه. لئو مسی golpea contra بارسایی که تا چند دهه قبل فقط یه قهرمان اروپا داشت، با مسی به تنها باشگاه تاریخ تبدیل شده که 2 بار سگانه برده. بكرة خطيرة راسية والثاني رصاصة الرحمة من ميسي رصاصة الرحمة من ميسي. با استانداردهایی که او ساخته شاید برای دهه‌ها هیچ کس به لقب بهترین بازیکن تاریخ فکرم نکنه. دیگه برای مسی در محوطه جریمه عالی کار می‌کنه، یه ضربه چیپ عالی و چه می‌کنه این لیونل مسی.